استقبال جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و مورد استفاده قرار گرفتن اگریگیت دوم نیروگاه برق آبی راغون را جامعه آموزگاران دانشجویان لیسه کسب تکنیکی شهر استراوشان با افتتاح بنای خوشتر و معاصر نمایشگاه و فروش ارمغان‌های با دستان اعجاز آفرین دانشجویان آفریده استقبال نمودند. به نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مهمانان از ولایت سوغد و شهر و نواحی منطقه بنای زمانوی که در کنار راه کلان نقلیاتگرد خیابان اسماعیل سامانی با خرج نزدیک 100,000 سامانی مبلغ‌های حساب مخصوص لیسه بنیاد گردیده خیلی پسند آمد. کارهای ساختمانی را دانشجویان، هنرمندان منبعه کشور آفتابیمان و اشخاص خیرخواه برای حشر عمومی به انجام رسانیدند. آرایش میدان نزد بنا نیز محصول دست دانشجویان لیسه بوده با استفاده از مصالح محلی آفریده شده است. داخل بنا نمونه آماده گردیده هنر 500 نفر دانشجویان 12 نمود کسب هنر به مانند چیلانگری، نقاشی، کفشگری، کندکاری، زردوزی، بافندگی و دوزندگی، کشیده دوزی، هیکل سازی، مصور نگاری و عجوبه سازی که با ترتیب معین گذاشته شده است پسند شرکت کنندگان گردید. اشتراکداران هر یک آفریده دانشجویان را موشکافانه از نظر گذرانده به رشد بی‌میلان هنر و کسب آموزی محصلین که بازگوی جهد و تلاش و غمخوری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان محسوب می‌یابد اظهار سپاس و قناعتمندی نمودند. ذکر به مورد است که استراوشان کهن بنیاد دارای نزدیک 200 عدد یادگاری‌های تاریخی، اتنوگرافی، حفریاتی و قلعه آوازادار موغ است. از این لحاظ همه روزه به این مکان بی‌اشتها هزارها نفر سیاحان داخلی و خارجی تشریف آورده برابر تماشای این شهری در مسیر شاهراه بزرگ ابریشم جای گرفته از نمایشگاه محصول دستان دانشجویان لیسه کسب تکنیکی دیدن می‌نمایند و ارمغان‌ها خریده می‌روند. خوانندگان لیسه کسب تکنیکی شهر استراوشان یعنی روی 12 نمود کسب آموزی می‌آموزند، یعنی نمایشگاه هنرهایی که مردمی میباشد ما نمایشگاه و ساخته به استفاده دادیم. خیلی که سیاح‌ها میآیند یعنی همین نمایشگاه رو میبینند که یعنی در دست طلبگان لیسه همین چیزهایی که ساخته شده ایستاده. مورد تاکید است که جامعه آموزگاران و دانشجویان لیسه کسب تکنیکی شهر استراوشان جهت استقبال سزاوار جشن فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان 120 متری طولانی گرمخانه و در حدود میدان لیسه 6 عدد استاخانه تعلیمی، ورزشگاه معاصر و دیگر انفراستراکچورهای ضروری بنیاد کرده ایستادند. گذشته از این 500 نفر دانشجویان خوشبخت دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان همه روزه یک مرتبه از خوراک گرم رایگان استفاده برده به 40 نفر دانشجویان از شهر و نواحی ولایت‌های ختلان و بدخشان و سوغد و منطقه رشت جهت آموزش کسب آمده خوابگاه زیبای بر هوای دارای همه شرایط‌ها مهیا کرده شده است. مزبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار.